سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با گیم پلی بازی ماشینالیوم، یه بازی نوستالژی و قدیمی. این اولین ویدیوی چنل منه، امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و منو در این مسیری که شروع کردم راهنمایی کنید. خب تصویر اولی که میبینیم تصویری آشغالدونیه که این ربات ما، حالا هرچی که هست، احتیاج داره که اعضای بدنش رو پیدا کنه تا بتونه از اینجا خلاص بشه. روی بدنش تپ میکنیم تا بیاد و به سرش وصل بشه. این عروسکه رو باید ورداریم بدیم به این موشه تا بره پاشو بیاره. میره و پاشو پیدا میکنه واسمون میاره. خب حالا نیاز داریم که با این آهنربا و اون قرقره‌ای که جلومون هستش، با این دوتا با هم دیگه یه قلاب بسازیم و اون دستمون که اگه دقت کردید افتاد توی آب و از توی آب درش بیاریم. خب اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم، میریم نزدیک این میلهه، میزنیم روش تا با پاش اینو خم کنه. بچه ها این بازی سال 2009 ساخته شده، دقیقا واسه 16 سال پیشه و اینکه خیلی بازی باحال و جالبیه. داستانش هم حتی جلوتر هم که میره جالبتر میشه. این بازی یکی از بازی‌های قدیمی بود که تونستم پیداش کنم. یه بازی قدیمیه، نوستالژی دیگه، چیزایی که مثلا ما خود 80 بازی کردیم. اگه واقعا چیز دیگه ای هم هست، چیزی که یادتون بیاد به منم بگید، کامنت ها واسم بذارید، بنویسید. حتما سعی میکنم اگه جایی پیداش کنم. اگه بازی کامپیوتر باشه که توی کامپیوتر جایی انجامش میدیم، اگه نسخه موبایلی هم داشته باشه که چه بهتر، روی موبایل هم انجامش میدیم. خب بچه ها، توی این بخش بازی میبینیم که یه سربازی، حالا پلیسی، سربازی چیزی، میاد اینجا از این دوستش درخواست میکنه که پولو بده پایین تا بتونه رد بشه. بعد ما واسه اینکه بتونیم این پول رد بشیم باید خودمون رو شبیه این یارو بکنیم تا اجازه بده ما از اینجا رد شیم. خب الان ما سمت راست اینجا یه قندیل، فکر کنم اسم درستش قندیله، که سرش سوراخه، اونو میبینیم، اونو ورش میداریم، به این رنگ آبیه میرسیم. این رنگ آبیه باید بریزیم توی این آب آب که نیست، رنگ بازم همین سفیده، تا بتونیم باش بعدن کلاهمون رو رنگ کنیم. الان احتیاج به لامپی داریم که بالای اون تیره برقه. میریم و اونو ورش میداریم، بعد میریم کلاهمون رو رنگ میکنیم، میذاریم سرمون. خب عزیزای دلم، همینجوری که بالا میره باید همینجوری چوبا رو پشت سر هم دیگه بذارید بره بالا. واقعا اصلا منطقی نیستش، میتونه چند تا پله رو با هم دیگه بره، ولی دیگه بازیه دیگه. خب کلاهمون رو رنگ میکنیم، اینا رو جفتش رو با هم ترکیب میکنیم و میذاره سرش و قدش رو میکشیم تا بلند شه. میره خودش رو به عنوان سرباز معرفی میکنه. بچه واقعا بابت کاتای نامنظمی که وسط صدا میخوره معذرت میخوام. بالاخره رفته سعی میکنم بهترش کنم دیگه. هر کسی اوایلش یه ایراداتی داشته و اینم ایراد ماست، امیدوارم که باش کنار بیایید. خب ما تا اینجای راه اومدیم و این چند قطره روغن ما رو به مرحله بعدی میرسونه. یکم راهمون دور شد ولی بازم راه اینجا رو بلدیم. خب باید بیایم این زیر این دکمه رو دسترسی پیدا کنیم. باید بریم روی A2، یعنی ردیف، ببین مثل ردیف دیگه A B C D مثلا اینجوریه و ما الان ردیف اول میخوایم بیاریمش A2، یعنی از ردیف A سوراخ دومی. چی رو دارم میگم؟ خب حالا میایم بالا، این دست بیل رو بهش وصل میکنیم و میپریم بالا. این میله‌ای که آوردیم توی سوراخ دوم رو میایم میگیریمش. باید این طلایی رو از این بالا برداریم، این اسمشو نمیدونم، به طلایی. ما شانس داریم ما فردا یوتیوبر هم بشیم، وضعمون هم خوب بشه، استریم هم بکنیم. بازی مامانمون میاد میگه خاک تو سرت، بچه‌های مردم میون کال آف دیوتی وارزون بازی میکنن، استریم میگیرن، تو هم واسه من نشستی داری ماشیناریوم بازی میکنی. مامان جانو سام صابریه، من نیما هم، من مارشالم، من فرق دارم. فعلا مونده تا به اونجا برسیم، ولی میرسیم. خب بچه ها، این طلایی که میبینید روی زمینه، اینو باید روی اون یکی
آهن ریل بذاریم. اینی که اینجا گذاشتم من جای اشتباهی، و بذاریم اون طرفش. اینجوری اون گاری که میاد میفته سمت ما میتونیم چرخاشو باز کنیم. و الان میشه چرخاشو باز کرد. بعد بشینیم روی چرخای گاری و باش بریم و رفتیم محل بعدی. خب دوستان بذارید یه توضیح مفصل بهتون راجع به این تیکه از مرحله بدم. اینی که دارید میبینید از سمت راست داره وارد تصویر میشه، ایشون دشمن اصلی ماست. یعنی ما داریم واسه نجات یه دختر، یه دوست دختر ایشون حساب میشه، واسه نجات اون داریم اینجا این کارا رو میکنیم و ایشون اونو تقریبا میشه گفت حالا زندانی کردن یا واسه خودشون نگه داشتن حالا هرچی. خلاصه که دشمن اصلی ما ایشونه و ایشون هم قصد داره یه بمب بسازه و کل قصر رو بده به هوا، یعنی کل این جایی که هستیم رو بتره کنه و ما هم قرار جلوشو بگیریم. خب بچه ها منتظر میمونیم تا ایشون بره. خب رد شد. حالا سمت راست تصویر یه دونه کلید از کنار اون دره. اول باید اون کلیده رو بردارید. خب الان باید برید اینجا یه دکمه قرمزی هستش، این دکمه قرمز وسط که چشمک میزنه رو اینو باید بزنید تا این باز بشه. که حالا من خودم بعضیش خود نتونستم انجام بدم، یعنی یه بار دیگه رفتم اونجا، ولی به شما اولش میگم که سریع انجام بدید. وسط اولیه باید بیاد پایین، وسطی بالا، با سومیه بیاد پایین. خب الان سریع باید بریم بشینیم تو اون گاریه تا وقتی این چنگا که میاد کله ما رو بگیره پرتمون کنه سمت اون چپ. بعد با اون کلیده این برق تقسیم چی هستش اونو باز کنیم. بعد این هم که بازش کردید توش 4 تا سیم هست که شما اولیه رو باید اتصالش رو منفی مثبتش رو قاطی کنید. دوباره میریم اینجا این دکمه رو میزنیم، دوباره سریع توی قاری تا بتونیم سریع بریم مرحله بعدی. خب گراخ. خب مرحله بعدی. خب بچه ها الان اینجا میبینیم که این دوتا این آدمای رذل کثیف قراره که آدم که نیستن، ربات، این ربات های رذل کثیف دارن بمبشون رو میسازن و میرن که نقشهشون رو عملی کنن، ولی نمیدونن که ما اینجاییم که اجازه ندیم. اینجا میبینیم که ایشون ترسش نگرانه که ما پولاشو ندزدن، نگیرن اینجوری بزننش و زورگیری نکنن به قول گفتنی. اینا حتی پلیس هم گال میذارن و متاسفانه این یارو فکر کنم متوجهمون شد و بله گرفتنم. پس نتیجه میگیریم یه مرحله دیگه ای هم هست. ای خدا زندانیمون کردن. بله زندانیمون کردن. خب اینجا میبینیم که با یه دونه دوست معتاد اینجاییم، مجبوریم بیایم این علف رو برداریم از اینجا و این منگوله هم قراره جلوتر به دردمون بخوره. منگوله که نیست البته، فلک هست، شیر فلک. یه برگ دستمال کاغذی. میدونم نداری. میذاریم اینا رو تا اونجا خشک بشه. این ربات هامونم دوست عزیز رباتیمونم سیگاریه، باید یه نخ سیگار بهش بدیم تا بهمون کمک کنه این مرحله رو رد کنیم. بله صفا باش. این دستشو میکنه به ما میده، واقعا کاملا طبیعی. میایم اینجا خم میشیم، میدیم یعنی دستشو میدیم به دست خودمون که بتونیم از اتاق بغلی کمک بگیریم. بله خب الان دست رو دراز میکنیم تو این اتاق که بتونیم اون جارو رو از اون بالا بکشیم بیاریمش و میکشیم و میاریمش. بله قدرتمون خیلی زیاده. خب الان احتیاج داریم که با این دوتا یه دونه کلید درست کنیم که بتونیم این چاه رو باز کنیم. بله بازش میکنیم. خب میریم جایی که لاک پشتای نینجا هستن و از اونجا رد میشیم، سعی میکنیم که خودمون رو آزاد کنیم. بله کوچولو چقدر گوگولی تره.
وقتی که کوچیک میشه چشاشو نگاه کنید، خیلی بامزه است. خب دوباره اینجا رو باز میکنیم. این دوست موشیمون که سری اول دست و پا بهمون داد الان جارومون هم میگیره. خب اینجا یه دونه نگهبان میبینیم که داره تمرین تیراندازی میکنه. مگه کال آف دیوتیه؟ خب حالش میدیم، تیراشو میدوزیم. بله بلند میشه. تیر ندارم. خب برم رو دارت جمع کنم. این ورم میایم کلیدشو میزنیم. ماشاءالله. خب تیتیو نه. بله یه دور دیگه میاد میشینه. دوباره باید صندلیشو، پایه صندلی رو باید هل بدید تا تیراشو بردارید. این پاشه مجبور شه بره از رو تیر جمع کنه. تو اون فاصله زمانی هم شما برید یکی از زندانی سمت چپی دیگه، تلویزیون سمت چپ رو آزاد کنید، چون راستی اصلا بیرون نمیاد. چه باز کنید چه باز نکنید هیچ فرقی به حالش نمیکنه. من بچه بودم عذاب وجدان میگرفتم، حتما باید جفتشون هم آزاد میکردم. بله در همین سطح آدم مهربونیم. منو حتما سابسکرایب کنید، قربونتون برم. بله این متوجهشون میشه، میره دنبال این و ما تو این بازی زمانی میتونیم که اینجا هر کاری که دلمون میخواد و انجام بدیم. خب الان ما هم دوباره میریم سمت زندانو، یعنی این جایی که بود. خب ببینید از همه چیز مهمتر این اتاق وسطیه. حالا من دوباره باز خودم اینجا نرفتم ولی به شما میگم که برید. توی این اتاق وسطیه یه دونه از این لوله بازکنایی هستش که توی ادامه مرحله ها قراره به دردتون بخوره. مرحله بعدی قراره به دردتون بخوره. رمز این در آخرم 4:45. نمیدونم چرا ولی 4:45 دیگه. خب اینجا میرسیم به این اشکال که نه، حالا یه بازیه یعنی. خب اینجا باید قرمزات 6 تا قرمز داریم، هر کدومش دوتا باید بیفته به بیرون، به سمت بیرون شکلمون. شکل مثلثه، حالا چیه من اسم این بازی رو نمیدونم. بله این قرمزامون باید بیفته اونجا، سبز رو باید بیفته وسط. خب بچه اگه بتونیم این بازی رو حل کنیم، این دوتا قرمز بیفتن بیرون، دوتا قرمز اومد، دوتا قرمز اینور، اینجا راحت باز میشه. توش یه دونه اسلحه هستش که مرحله بعدی بازی خیلی به دردمون میخوره. خب آره این همینو بزنیم که میره. آره این دوتا باید بیاد این طرف. خب این یکی هم بیاد حله. بزن دیگه. خب الان این باز میشه و ما اسلحه رو بر میداریم. این لوله بازکنی که میبینید اون وسط، اونو واسه ادامه لازم داریم. اون تیر این اسلحه است. من خودم یه بار اینجا رو رفتم دوباره وسط رو برگشتم، بعد گفتم اینو به شما میگم که اگه کسی هست که بازم داره همزمان ما بخواد بازی کنه، خب اگه خواست جایی گیر کرد اشتباه منم تکرار نکنه، بره و برگرده این کار رو انجام بده. یکی از کاتای نامنظم که داشتم بهتون میگفتم و یکم پیش زدم، دیدید تو بخش برداشتن در باز کن، ولی بهتر میشه دیگه، حالا اولینه. خب الان میریم بالا، میتونیم از سمت اون تلسکوپ ببینیم که این دوتا که داشتن بمب درست میکردن الان کجان. خب بچه ها این نمای کلی قصر رو من بهش میگم، از همون اول من قصر بهش میگفتم چون بلندترین ساختمونه. اینا دارن میرن اون بالا که بمب بذارن اون بالا و بپکنن کل اینجا رو. این شهره و این چیزه وایب بخارا به من میده، شما رو نمیدونم ولی یه حس همچین جایی رو بهم میده، ولی قشنگه، خوشگله. به عنوان بازی 16 سال پیش واقعا زیاده، خیلی خفنه. فهمیدیم با الان این نجاتش میدیم. خب از اینجا که خارج میشیم، بله میایم میرسیم به این مرحله که باید بیایم این دوتا سطل آشغال و بشکه رو هرچی که هست واقعا نمیدونم حالشون بدیم و ببریمش. زهر ما رو نه چی میگی؟ خب حالش بده. اینا رو میبریم ما خودمون و قراره بریم یکیشو عروش برداریم
و با یه دونه برگردیم و از اونجا بریم بالا و تنظیماتمون روغن رو انجام بدیم تا سگ این خانم رو بیاریم. بله، تازه ما قرار نوکری ملت هم اینجا انجام بدیم تا بتونیم به مراحل اصلی نجات دادن دوست دخترمون برسیم. خیلی حرف میزنم میدونیم، واقعا معذرت بخوام. خب این ترتیبش اینجوری ها، اینجوری نکنید واقعا اصلا حالا باید بشینید نگاه کنید. یعنی اصلا یه بازیه که هیچ جوره نمیتونی بگی حالا یه مدل دیگه حل میکنم، همینجوری که هست باید حل کنید. من خودم آدم کله شقیم سر اینجور چیزا، مثلا دنبال اینم که راحت تر حل کنم بعضی چیزا رو، واقعا نمیشه. خب حالا سطل آشغاله یه دونه شد، الان اینو میبریم تا بتونیم روش وایسیم بریم بالای اون اتاقه که از توش میشه بشکه نفت رو کنترل کرد. بشکه نفت که نه، البته روغن دیگه. این سگی که سمت راست دارید میبینید، سگ رباتی، این سگ مال اون خانومه که ما از این برجه که دارید میبینید میریم بالا و حرکات نامنظم که میگم، اینو من یه بار از اون سر که بود آوردم این طرف. الان حالا به شما هم توضیحشو میدم. ببینید این چراغا هر کدومش یه جهته که شما این جهت، همین جهت رو باید بیارید تا این بشکه بیاد اینجا، این بتونه روغن بخوره شما شکارش کنید. اون تفنگی که بهتون گفتم اینجا به دردتون میخوره. الان شما اون لوله بازکن رو با تفنگی ترکیب میکنید، این سگو میگیرید، اینو میگیرید میدید به صاحبش که اون زنه بود که داشت سوت میزد، صورتیه، خود رباته رو دارم میگم صورتیه. خب میدید به اون زنه، خلاصه که چتر رو ازش میگیرید و وارد مرحله بعدی بازی میشید. عاشقتونم. خب چتر رو از این بانو، از این لیدی میگیریم، سگش رو بهش میدیم. خیلی به این در مسیر نجات دادن شهر و دوست دخترمون به مردم هم کمک میکنیم. ما در همین حد خیرخواه هستیم. خب میریم به سمت مرحله بعدی گیم که بله اون طرف داریم میبینیدش که داره از اونجا رد میشه و چترش هم باد برد، بسته با چلوفتی. آره الان میره بالا و شروع مرحله دوم بازی. مرحله دوم چیه با مرحله بعدی؟ نشمردم چند تا مرحله رد کردیم. خب میرسیم پیش این بکس آوازخوان که مشخصا یه نفر سازشون رو گرفته. نفر اول که درام زنه، تبل مبل میزنه، بعد سازش رو ازش گرفتن، نیاز داریم که واسه اینا ساز پیدا کنیم برگردونیم بهشون و واسه هر کدوم از برگردوندن هر کدوم ساز اینا احتیاج به یه چیز داریم. مثلا اونی که تبل میزنه احتیاج به این بشکه داریم که این فروشنده نمیدتش، باید حواسشو پرت کنیم یواشکی بدوزیم اینو. بعد واسه اون فروت، این اسم این ترامپت بکنم بهش میاد، باید بیایم با این پیرمرده بازی کنیم، ببریمش این بهمون اون 5 تا پیچ باید بهمون بده که بدیم اون وصل کنه به ترامپتش تا بتونه آواز بزنه. باید اینجا بیایم مگس ها رو جذب این چسبه کنیم. این فروشنده خیلی به مگس حساسه، اگه اینا رو وارد مغازش بکنیم حواسش پرت میشه و ما میتونیم اون بشکه روغن که قراره تبل این بچه بدبخت بشه رو خلاصه که برداریم واسش ببریم. بله موسیقی خیابونیه، عشق کنید، کف خیابون. یک کم پیش داشتم راجع به کاتای نامنظم و اینا میگفتم، واقعا تو این فکرم که اگه یه مقدار بترکیم، حالا میدونم ما به این زودی ها تلاش لازم داره و اینا، این پیرزنه عصبانیش الان یه گلدون پرت میکنه، تلاش زیادی لازم داره و اینا، اگه مثلا بتونیم بترکیم ما که تلاشمون رو میکنیم، وظیفه ما اینه، اگه سریعتر بترکیم مثل همه یوتیوبرها یه دونه ادیتور میاریم
و کار زحمت‌های ویدیو رو میدیم به اون که اینجوری مثلا دیگه اشتباه کوچولو و بچگونه تکرار نشه. این کار دست خودم بوده اینجوری شده دیگه. خب این پیرمرده خیلی فشاریه، اگه حتی بتونید یه دستم ببرینش واقعا مثلا چطور میگن سریع پیچا رو گرفتید رفتید. ولی مثلا قویه دیگه، باید حواستون رو جمع کنید. امکان داره که من خودم چند بار باختم این ویدیو کات خورده، اینجوری نیست فکر نکنید مثلا همین اول برد. پدرتون در میاد تا این پیریو ببرید، ولی وقتی هم ببرید فشاری میشه، میزنید اینجوری این پا همه جا. اینا رو باید جمعشون کنید. آره یه مقدار که بگذره فنا دوستان همه بیان کمکمون کنن، چنلمون بالا بیاد. به اون مرحله که برسیم، حالا میخوام حرفمو به اینجا برسونم، به اون مرحله که برسیم یه ادیتور میاریم کارامون رو انجام میده، ما هم ویدیوهامون رو میگیریم. مسلما اون موقع دیگه قرار نیست بیایم بازی قدیمی یا ماشیناریون بیایم مثلا چیز کنیم، گیم های مثل FC و کالاف و صرفا فقط گیم هم قرار نیست بازی کنیم. چالش میگیریم، ویدیوهای مختلف میتونیم بسازیم، ترندای زمان اون موقع رو دیگه، زمان در حال گذر کردنه، ترندای مختلف بسازیم. خلاصه که همه چی دیگه کمک کنید تا بشه کنارم. ببینید ساز اینو دادیم بهش، خیلی هم خوشحال شد. شما منو سابسکرایب کنید منم خوشحال میشم. عشقای من. خب گلدون دوم این برگ و این گیاهو لازم داریم که پرت کرد. خب بچه ها به پایان پارت اول ویدیومون رسیدیم. پارت بعدی رو تو قسمت بعدی میذارم. ما رو ساب داشته باشید، حتما بهمون انرژی بدید. خیلی دوستتون دارم، عشقای منید. خدا نگهدار.